این چیه؟ این نارنجک قراره که پشت نکشیمون بچه تهرون. شما چه تحلیل امروز میخوای بزنی؟ پشت آقا امیر یه دونه فرشته هست، یه دونه درگونه. واسه رنگ پذیری خوبه، التهابو میگیره، باعث میشه که راحت‌تر تتو انجام بشه. خیلی خوش رنگه، خیلی خوش رنگ، خوشبو هم هست. همش میخوام بکش این بشه، پر بشه، یعنی جایی سوزن رو کمرم خالی نمونه. هر کی از سمت خودش هر جا میبینید یکی دو تا سوزن خالیه، بعد از اتمام کارتون تمام این بک میخوام فول رنگ بشه، یعنی حتی جای سوزن هم نباشه. آقا سمی، شما یه توضیح راجع به کاری که میخوای بکنی میدی بهمون؟ کدوم طرح میخواید بزنید؟ این طرح با طرح دراگون قراره بزنم. یه طرح خانم سیاه‌پوسته که پوستش به صورت واقعی زده نشده. میخواییم همین پوستی که زده شده رو به طرح ریلش که طرح اصلیشه نزدیک‌تر کنیم، به حالت مخملی در بیاد. یعنی طرح پوست با رو دراگونه، طرح فیس این خانومه رو کار کنیم، رنگ بهش اضافه کنیم و به حالت اولیه‌اش در بیاریم، یعنی اون رنگ اصلیش باشه. آقا میلاد، شما یه توضیح بهمون میدی راجع به کاری که میخوای انجام بدی؟ ما یه طرح غول داریم اینجا، غول جنگجوه در واقع، که میخوایم اینو ترمیمش کنیم و به طرح اصلیش که اینه که آیپد میتونید ببینید. میشه بیارش بالا اونم؟ بله، نزدیکترش کنیم و یه مقدار ریالتر بشه. امیرعلی جان، شما توضیح میدی راجع به کاری که میخوای بکنی؟ بله آقا کوروش، من قراره که این کار تیره است، قراره که این نارنجک رو روش کاور کنیم و حاشیه‌اشو رنگ بزنیم که این تیرگی از این تیرگی در بیاد و احتمال داره که این مور ادامه‌شو بیایم پایین و این بسته رو کلا امروز من قراره ببندم. احساس کنم که یه گله گرد به مملکت. میدونم لول آپ خوبیه، از اولش هم میدونستم که کار سختیه، چون کلن این جایی که مخصوصا الان سامی داره میزنه، این پهلو از پشت خیلی درد داره. اون جایی که امیرعلی داره میزنه ساق پا کاوراپ هم هست، باید بیشتر فشار بده، درد مخصوصی داره. و این جایی که میلاد داره میزنه رو دندمه، هر سه تا به تنهایی درد خالصه دیگه. ولی یعنی دیشب داشتم بهش فکر میکردم، قلبم گرفت، فقط داشتم بهش فکر میکردم. الان دقیقاً هولوش 1 ساعته که نان استاپ زیر تتویم،
هرچی میگذره احساس میکنم که زیر 3 تا تتوه. هرچی بیشتر میگذره احساس میکنم که واقعا دارم لول اپ میشم. یعنی do not try it at home. فقط اینو میتونم بگم که نکنید این کارو. من واقعا این کار رو انجام دادم که واقعا قوی تر بشم، چون میگن چیزی که نکشتت قوی ترت میکنه، ولی شما واقعا لازم نیست که این کار رو انجام بدید. یه چیز جالب بگم راجع به تتو آرتیستامون، واقعا 3 تاشون در سبک خودشون بی‌نظیرن. یعنی واقعا تتوهای رنگی امیرعلی یه فاز خودشو داره، تتوهای رئال میلاد فاز خودشو داره و تتوهای سامی واقعا زیباست. همه جور سبک هم هر 3 تاشون کار میکنن و واقعا بهترین تتو آرتیستای ایران میتونم بگم. من تتو آرتیست زیاد دیدم ولی این 3 تا بچه‌ها واقعا جزو بهترین تتو آرتیستای ایرانن. هم میدونم که هم به لحاظ زیبایی لول اپ میشم بعد این تتو، هم به لحاظ قدرت و صبر و درد. و من این کار رو به خاطر هواداران دارم میکنم، چون که به هر حال من ویترین هواداران هستم، ویترین مردم ایران هستم و کسی که قبول میکنه که ویترین مردمش باشه به نظر من باید هر نوع ریسکی رو بپذیره و هر نوع فشاری رو تحمل کنه، به خاطر اینکه این مردم باید بتونن افتخار کنن به وجود کسی که دارن ازش حمایت میکنن. فکر میکنم که اتفاق خوبیه. حالا یه روز واقعا روز سختیه امروز. البته من عزای اینو گرفتم که چجوری بخوابم شب، چون یه دونه تتو که آدم میزنه شما دیدی کابوس میبینه، تو خواب تشنج میکنه. ولی الان که خب میدونید که 2 هفته هم هست دارم پای راستمو میزنم، علاوه بر این که این 3 تا تتو الان داره زده میشه، پای راست من کاملا زخمه و واقعا نمیدونم که شب باید چجوری بخوابم. چند نفر بره نفس چشو نفس چش چند نفر بره نفس